امیر حمزه بعد آنی که به دین محمدی پیرو شد، با همراهی رسول اکرم مکه مکرمه اولاد اجداد خود ترک کردند، به مدینه آمدند. عمر مبارک میگه در اون زمانها 57 ساله بود و وقتی که این جنگ احد میگه شروع شد، حضرت امیر حمزه 60 ساله بودند. مادرشان حاله نام داشت، پدرشان ابو طالب بود. وقتی میگه جنگ احد سر شد، رسول اکرم بسیار باوری کلان از علی داشت، از امیر حمزه داشت و از ابوبکر داشت، از عمر داشت، زیرا این حضرت ابوبکر و عمر در این جنگ زخمی شدند. اینا را از جنگ میگه بیرون کردند. ابو دجانه بود، ابو طلحه بود، اینا همه کسانی بودند که در این جنگ بسیار پشتیبانی پیغمبر کردند و رسول اکرم میگه از پیشانه امیر حمزه بوسه کردند و با او خداحافظی کردند و همه در میدان جنگ میگه داخل شدند. وقتی که جنگ بود شد، رسول اکرم میگه فریاد زدند، گفتند کی هست که از حال بچه عمک من بر من خبر میدهد؟ امیر حمزه در کجاست؟ حارث ابن صمه میگه از جا خیست، گفت رسول اکرم من همین میدانی که پر از خون و خف است، پر از جسدهای زخمی و مرده شده هست، انشاءالله گفت من امیر حمزه را یافت میکنم و برای شما تسلیم میکنم. وقتی حارث ابن صمه میگه میدان کافتکاو میکرد، به نزد امیر حمزه رفت. جسد امیر حمزه را میگه در میدان جنگ یافت. امیر حمزه در این میدان جنگ کشته شده بود از دست وحشی، که این وحشی هم در آخر عمر مسلمان شده بود. این وحشی با سرداری هند زن ابو سفیان که در این جنگ، در جنگی که پیش از احد بود، یعنی بدر، هم پدرش و هم برادرش از دست امیر حمزه کشته شده بود. از این خاطر بسیار نفرت کلان به امیر حمزه داشت. این وحشی را تیار کرد، نیزه زنی خوب بهترین و ماهر بود و این وحشی میگه 3 کس را در پیشش گذاشتن، یا محمد را میکشی، یا علی را میکشی، یا امیر حمزه را میکشی، کدام این تو به عهده میگیری؟ وحشی خود که غلام بود، اگر وعدش دادن که تو اگر از همین 3 یکی را اگر به قتل برسانی، تو را از غلامی آزاد میکنیم و پول و مال زیاده برای تو میدهیم. وحشی گفت من گفت محمد را کشته نمیتونم، زیرا در اطراف او گفت بی نهایت صحابه ها بسیار جمع میشوند. علی هم گفت در حالت جنگ گفت بسیار اطراف خودش نظر میکند، اونم گفت کشتنی اونم خیلی مهم و وزنین تر است. لکن امیر حمزه گفت چنان غضبناک است که دیگر طرف و پس خود نگاه نمیکند مگر حرکتش به سوی پیش است. امیر حمزه را گفت از دست من میآید. با یکدیگر شرطنامه بستند. وحشی میگه در داخل همین جنگ امیر حمزه را یافت و میگه یک نیزه داشت به نام زوبین که وی هم کلته بود و هم تیز حرکت بود. در اون زمانها این یراق‌هایی که الحال دشمنای خدا به ضد مسلمان‌ها استفاده میکنن، این یراق‌ها موجود نبود و در اون زمانها هم مردها به مردها می جنگیدند، جنگ تن به تن بود. مثل این یهودیایی که امروز از بالای سر مسلمان‌ها میریزند که نه کودکی گهواره او میماند نه زنی او میماند، این گونه جنگ‌ها وجود نداشت. بلکه رسول اکرم خدا چی گفت؟ ان الله لا يحب المعتدین. محمد وقتی جنگ میکنی به کودک و به زن اونها کار نگیر. امروز بین این دشمنان خدا چیکار میکنند؟ میگه نیزه را حواله کرد، زد، میگه در زیر ناف حضرت امیر حمزه رسید و خیلی چقور هم رفت و گفت معرخین از جانب پشت امیر حمزه برآمد و حضرت میگه وقتی که نظر کردن وحشی را دیدن به جانب او، میگه کمی حرکت کرد که وحشی مثل روباه واری میگه از میدان جنگ بیرون شد و امیر حمزه کمی قدم زد میگه و به همون
روی افتیده میگه در میدان جنگ افتی. و در حال وحشی خبر داد به هند زن ابو سفیان که هند گفت شرطنامه حل شد، امیر حمزه را من به قتل رسانیدم. این هند که بدترین زنها در اسلام است آمد امیر حمزه را به پهلوی دیگر گردانید و وحشی را امر کرد که شکمی او را چاک کن. میگه این بدبخت دیگر میگه شکم امیر حمزه را چاک کرد. هند میگه دستی خودش در جگر امیر حمزه گذاشت و او را کند و در زیر دندان خود گذاشت. خواست که همون جگر امیر حمزه را تناول کند، لیکن حضرت ها که خوراک هم نداشتند میگه جگر رنگ سنگ سخت بود. میگه دیگر خایده نتانست، او را پاره کرد. میگه از وجود میگه امیر حمزه کارده گرفت میگه و گوش و بینی و لبهای امیر حمزه را میگه برید و در یک بند میگه حواله کرد در گردن خودش. میگه این هند موره ساخت. ابو سفیان میگه شوهر این هند که بود آمد میگه یک نیزه در دستش و لبهای امیر حمزه را میگه به همون نیزه میزد که تو یعنی دشمنی ما هستی، یعنی تو مثال آدمای نزدیک ما را به قتل رسانیدی. و این چنین معامله بد نسبت امیر حمزه کردند. وقتی که حارث ابن سمک آمد این احوال دید در امیر حمزه، دیگر دویم باره به سوی پیغمبر نگشت، نرفت، خبر نداد پیغمبر که تا که پیغمبر خدا اگر از این حادثه خبر میدهم چگونه ما را این حادثه را خبر بدهم. در جای واقعه ایستاد. وقتی حارث میگه دیر کرد، رسول اکرم کی را روان کرد؟ حضرت علی را گفت حارث دیر کرد، رفته امیر حمزه را برای من خبرش بیارین. وقتی آمدن نگاه کردن، حضرت علی را هم که حال واقعه را دید دیگر غیرت نکرد، به سوی پیغمبر خدا پس بگردد. رسول الله دید که اینها دیر میکند، خود میگه به نزد این جسد آمد. وقتی جسد دید، جسد مبارک بچه عمکی خودش را، کسی که دائم در پهلوی پیغمبر خدا می ایستاد و حمایه قرآن و حمایه رسول اکرم میکرد، رسول اکرم گفتن میگد ای امیر حمزه، این موضعی که الحال من قرار دارم هیچ موضع برای من این چنین دشوارتر نبود. چنان حال من خیلی تباه شد، از دیدن جسد تو خیلی منم ناراحت شدم. حضرت میگه در اونجا به این سخن آمد و بعداً چی گفت؟ گفت اللهم لك الحمد و الیک المشتاق و انت المستعان ما ارى. پروردگارا حمد، تعریف همه زیبی تو دارد، لکن من به سوی تو شکایت دارم بر آن چیزی که تو میبینی. و گفت لئن ظفرت لامثلن. پروردگارا اگر بر این قوم مشرک من اگر غالب بیایم، هر آینه اینها را همش گوش و بینیش میبرم. رسول اکرم میگه قسم خوردن، لکن خداوند آیت از سوره نحل روان کرد یا رسول الله، آن جزایی که اینها بر تو دادن مثل آنها به اینها معامله کن و اگر صبر کنی برای تو نیکبختی می باشد. رسول اکرم گفتند الهی، گفتند من در این مصیبتم صبر میکنم. جسد مبارک میگه در بدنش میگه یک دیبایی داشت، یک کرته عادی داشت، میگه که میگه تا زانوهای مبارک میپشاند خلاص. وقتی میگه یک کفنی آوردن از مدینه به نام حضرت امیر حمزه، نگاه میکنه که در پهلوی امیر حمزه هم یکی از صحابه های پیغمبر خدا کشته شده است و در اونجا میگه چیکار کردن؟ و رسول اکرم میگه قرعه پرتافتن، گفتن که اگر الحال من پسر عمکی خود من کفن بپیچانم، این صحابه من لوچ است، این چی میشیده باشد، بیا قرعه میپرتاییم به نام کدامش که اگر این کفن براید او را در همین کفن میپیچانیم. قرعه میپرتایند، کفن به نام او صحابه میبراید، به نام امیر حمزه نمیبراید. حضرت میگیرند اون صحابه که عادی بودن، باز او را میگه در این کفن تازه و کلان میگه میپیچونند. امیر حمزه را باشد چی پایان زانوهاش میگه از علفهایی که در همون مدینه میروید، از همون علفها میگه کفن کردند و حضرت به مدینه روانش کردند. و خواهرش صفیه نام داشت، میگه در مدینه رسول اکرم وقتی داخل شد گفت امروز میبینم در خانه تمام مسلمان صدای گریه میآید، برای شهدا گریه میکنند، لکن در خانه امیر حمزه گریه کننده نیست.
یعنی یک خواهری دارد و فاطمه را میگه امر کرد فاطمه برای امیر حمزه برای عمک من تو هم آبی چشم کن میگه و بهترین زنهای امت فاطمه میگه برای امیر حمزه چیکار کردن؟ آبی چشم کردن. این بود یک قصه مختصرا در باب این قصه احد و این جانبازی هایی که جوانها و موسفیدها و تمام زنهای امت اسلام کردند. همه اینا به خاطر چی کردند؟ رسول اکرم 4 موضعی که پر از خون شد که حضرت فاطمه میگه کاسه آب داشتم، کاسه آب میگه حتی قناعت نکرد. رسول اکرم خون دندانش بسته نمیشد. برای چی بود؟ همه این برای امت بود، همه این برای ما و شما بود، تا که ما و شما موحد شویم، تا که ما و شما خداجو شویم، تا که ما و شما مثل دستور قرآن و مثل گفته رسول اکرم عمل بکنیم. لکن امروز ما و شما یک امتی جفاکار، یک امتی بی پروا، یک امتی خیانتکار عملهای ما و شما را امروز نظر کنیم. امروز ما و شما در میدان جنگ نمی جنگیم. امروز ما و شما صاحب مثل اونها چگونه که از زن و از فرزند گذشتن ما و شما امروز نمیگذاریم. لکن عادی ترین عملهایی که امروز اسلام او را نهی میکند ما و شما پیرو آنها هستیم. ندانستیم قدر امتی را، ندانستیم قدر امتی را، نکردیم پیروی سنتی را. دریغ از امتی نوگی زبانی، چی باشد حال روز امتحانی. دریغ، هزارها دریغ که ما و شما امتی نوگی زبان هستیم. دریغ از امتی نوگی زبانی، چی باشد حال روز امتحانی. نباشد راز ارواح نبینا، چگونه بیندش در حشر فردا. اگر ارواح پیغمبر خدا از ما و شما راضی نباشد، ما و شما چگونه با پیغمبر ملاقات میکنیم در روز قیامت؟ نباشد راز ارواح نبینا، چگونه بیندش در حشر فردا. قطار امتان خواند چه خوب است، قطار امتان خواند چه خوب است، وگرنه مشکل اهل ذنوب است. اگر در حشر گرداند ز تو روی، ندارد سود آنجا 100 کنی موی. اگر در روز قیامت از تو روی بگرداند بگد رو بدبخت، نام تو امت بود، تو امت نبودی، تو نوگی زبانی امت بودی، ندارد سود آنجا 100 کنی موی. اگر موهای سر تحمشکی بکنی دیگر برای تو فایده ندارد، وقتی که از زبان پیغمبری خدا بر تو صدا شود که تو امتی من نیست.